رفقای همیشگی، همینطور که میدونین من نسترنم، طراح داخلی و مشاور و طراح دکوراسیون داخلی. خب امروز قراره بریم سراغ یک سری معماری شاهکار. حالا از چه لحاظی میگیم شاهکار؟ از این لحاظ که من خودم عاشق معماریای خاصم، چیزایی که یهو با خلاقیت از دل محدودیت‌ها میاد. امروز قرار راجع به تقریباً 5 تا ساختمان صحبت کنیم که تو باور ماها حتی از یک سریاشون یک اتاق هم نمیشه در آورد، اما اومدن خونه ساختن و توش زندگی میکنن و خیلی خفنه. یعنی جوری نیست که سخت توش زندگی کرد، خیلی جذاب توش زندگی میکنن. این خونه ها هر کدوم داستان منحصر به فرد خودشونو دارن. خب بریم که با اولین خونه شروع کنیم که احتمالاً مثل من شما هم قراره عاشقش بشین. تصور کنین که یک زمین دارین با عرض فقط 2.5 متر و عمق 11 متر. خب قراره چیکار کنیم باش؟ با یه همچین فضای کوچولو موچولویی قراره چیکار کنیم؟ این چالشی بود که سال 2012 معماران یونان باش مواجه شدن. این معماران توی ژاپنن و خب اونا اومدن چیکار کردن؟ اونا اومدن با استفاده از سطح‌های مختلفی که ساختن و خیلی نکته مهمیه، استفاده از نور طبیعی که همینجوری میدونین و گفتم مخصوصا توی پیج اینستاگرام زیاد راجبش صحبت کردم، باعث بزرگتر شدن فضا میشه. یک ساختمونی رو طراحی کردن که اصلا فضای خفگی نداره، تنگ نیست و به راحتی میشه توش زندگی کرد. این ساختمون سال 2012 همینجور که بهتون گفتم ساخته شد و برای یک زوج و 2 تا گربه نازنازیشونه. فکر کنم فهمیدین چرا من به این ساختمون علاقه دارم. اصولا جایی که گربه ها زندگی کنن جای خیلی خفنیه. حالا شما تصور کنید توی یک شهر پرتراکم شلوغ مثل توکیو، توی یک خیابونی که خیلی شلوغه، شما بتونید یک ساختمان بسازید که فضای داخلیش، عرض فضای داخلیش 1.8 متره. واو! خیلی عجیب و غریبه، خیلی. ولی مثل این که اونا تونستن و درستم تونستن. به نظر من این معماری شاهکاره. خب یک پرواز مستقیم میگیریم از توکیو ژاپن، میریم توی دل نیویورک آمریکا. گراهام هیل که بنیانگذار وبسایت تریاگر بوده، سال 2010 تصمیم میگیره که یک مسابقه بذاره. حالا این مسابقه برای چی بوده؟ این مسابقه رو میذاره برای آپارتمان 39 متری خودش که طراحا بیان یک طراح بهینه براش انجام بدن که بتونه بهترین استفاده رو ازش داشته باشه. و خب ته این مسابقه اینجوری میشه که سال 2012 این ساختمان ساخته میشه. اسمش هم میذارن لایف ادیتد. حالا چرا؟ به خاطر اینکه این ساختمون توی 8 حالت میتونه تغییر کنه. یعنی مثلا میز ناهارخوری میتونه به کتابخونه تبدیل بشه، کتابخونه به تخت خواب تبدیل بشه، دیوارا برن عقب، دیوارا بیان جلو و حتی یک ناهارخوری میتونه با تغییر این وسایل و جابجایی توی اون 39 متر اتفاق بیفته که 12 نفر به راحتی بتونن اونجا ناهارشون و شامشون رو میل کنن. حالا صبحانه هم اگر دوست داشته باشن میتونن بخورن. و خب هم میشه به عنوان فضای کار از اون آپارتمان استفاده کرد، هم به عنوان اتاق نشیمن، هم به عنوان اتاق خواب من باشم، هم به عنوان هتلم میتونم از اونجا استفاده کنم. و این یک شاهکاری بود که نشون دهنده اینه که ما توی اون محدودیتی که داریم میتونیم با استفاده از هوشمندسازی که انجام میدیم توی خونه یک همچین معماری جذاب و خفنی ایجاد کنیم. امیدوارم که مسیرتون به پارک ملی دیبایزباش هلند بخوره. رفتین ما رو هم یادتون نره. توی سال 2017 مارجین تصمیم میگیره که یک کلبه شناور رو طراحی کنه. حالا چرا همچین تصمیمی رو میگیره؟ چون تو دیدگاه اون دوست داشته نسل جوان مثل ماها رو بیشتر که خال ما عاشق مثلا شهرنشینی و فضای حالا تکنولوژیکال و اینجور چیزی ها هستیم، بیشتر به سمت طبیعت بکشونه. ایشون خیلی جذاب اومدن یک کلبه رو طراحی کردن که بهش میگن کلبه شناور. حالا چرا؟
چون شما توی این کلبه اگر سکونت داشته باشین توی 3 سطح میتونید زندگی کنید: زیر آب، روی آب، بالای آب. یعنی دیگه دوستمون سرحد کاری که میتونسته انجام بده رو انجام داده و یک کلبه فوق‌العاده ساخته. به نظرم یعنی یک تایمی رو گذروندن. شما تصور کنید یه شب و مثلا توی این کلبه وقتی روی سطح آب قرار داری بگذرونی، خیلی چیز رویایی و خفنیه. بازم میگم رفتین اونجا، ما رو یادتون نره دوستای قشنگم. خب خونه ای که میخوایم الان راجبش حرف بزنیم ساخته ی آتلیه کاستالیک بوفیه. برای کی؟ برای یک خانواده جوان. حالا خیلی توضیح ندادم خانواده جوان کیان. برای خانواده جوان توی جهان طراحی شده و خب اسمش هم گذاشتن هیلتاپ. این خونه کجاست؟ کانادا. حالا اینکه کجای کاناداست خیلی مهمه، چون توی دامنه نیاگاراست. بله، و یک منظره پانورامیک از خلیج جورجینو به ساکنین اون خونه ارائه میده. ساکنین اون خونه از دیدگاه من آدمای خفن، باحال، خوش‌ذوق، عشق طبیعت و هزار تا چیز دیگه که همچین دیدگاهی داشتن راجع به خونه‌ای که می‌خواستن توش زندگی کنن. همونجوری که می‌بینیم اون خونه فضای چوبی داره، یعنی از بیرون مینیمال چوب توریه، به خاطر اینکه خب تو اون منطقه خونه‌ها اصولا این شکلی هن. ولی خب تلفیق سنتی مدرنه، یعنی علاوه بر اینکه از ویژگی‌ها مثلا این ویژگی‌های سنتی سبک خونه‌های دقیقاً اونجا استفاده کردن، مدرن هم واردش کردن و خب خیلی حس طبیعت میده. یکی از علتاش هم اینه که خیلی نور طبیعی داره، یعنی به خاطر این نور طبیعی که وارد فضا میشه احساس گرما میده، صمیمیت میده و خیلی رویاییه به نظرم. یعنی بچه‌هایی که عاشق طبیعتن و زندگی کردن تو دل طبیعت و از کلبه‌های چوبی خوششون میاد، این میتونه سرحد رویاها باشه، یعنی زندگی کردن توی اون طبیعت با اون منظره و ویویی که بهت ارائه میده. خلاصه خیلی چیزا باحالیه. دم آتلیه گرم. باز هم سال 2017. اول که من احساس کنم از سال 2010 تا 2017 به بعد، حالا مخصوصا دقیقا تا 2017 2018 تمام معماران جهان بسته بودن که ته خلاقیتشون رو کنن. یعنی انگار یک مسابقه بوده که هر کی تونست بهتر باشه و خب چقدر خوشحالم که این تفکر رو داشتن، چون ما تقریبا میتونیم بگیم حالا این گوشه کوچکی از اون چیزی که وجود داره. 5 تا شاهکار بین این سالا تولید شد. حالا چرا گذاشتم بهش میگم شاهکار و اینو گذاشتم آخر؟ به خاطر اینکه سال 2017 یک شرکت مهندسی به اسم تنفورد توی انگلستان تصمیم گرفت یک چیزی رو طراحی و تولید کنه. شما وقتی میبینین یه سازه‌ای میبینین که حالا یه چیزی تو هم فشرده است و دقیقاً اوجش همینجاست. این سازه فقط توی 8 دقیقه، دقت کنیم، توی 8 دقیقه تبدیل به یه خونه میشه بدون فانداسیون و بدون تجهیزات سنگین. رویای زندگی کردن جذاب. از این سازه ها که خیلی خوشگلن، واقعا خیلی خوشگل و هنرمندانن، میتونین به عنوان فضای کار استفاده کنین، به عنوان برای تو نمایشگاه ها. توی نمایشگاه خیلی خفنه و حتی برای خونه قابل حمله دیگه، میذاریم تو جیبمون حمل میکنیم. خب خونه‌تون الان کجاست؟ ما انگلستانیم. الان کجاییم؟ ما الان تو دل چه میدونم هلندیم. الان کجاییم؟ ما الان روسیه‌ایم. هر جایی و این خونه قابل حمله و خیلی راحت و توی یک زمان خیلی کوتاه و کوچولویی میتونه تغییر شکل بده و تبدیل به یک سازه فوق‌العاده بشه و به نظرم این آینده معماریه. یعنی چون اصولا میگن معماری باید با زمان خودش پیش بره دیگه، معماری دقیق همینه. این آینده معماری، خونه‌های قابل حمل توی 8 دقیقه. آخه چی کار کردیم توی این 8 دقیقه؟ چه اتفاقی توی 8 دقیقه میفته که یک تفکر غیر قابل باور رو به یک واقعیت تبدیل میکنه؟ دمتون گرم. خب این 5 تا خونه میدونین چی رو به من یاد داد؟ اینه که معماری بی پایانه.
یعنی محدودیتی وجود نداره. ما هیچ وقت دچار محدودیت نمیشیم تو معماری. از هر چیزی، شما از یک فضای 2 متری تا یک خونه‌ای که خودش 8 دقیقه درست میشه، از توکیو تا انگلستان تا نیویورک تا هلند تا هر جای دیگه تا کانادا تا یعنی هیچ محدودیتی برای معماری و خلق وجود نداره، برای هنر وجود نداره. هیچ دیواری، هیچ مرزی، هیچ چیزی یک آدم خلاق رو نمیتونه نگه داره و زندانی کنه و جلوشو بگیره. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، چون من که خودم خیلی حال کردم با این چیزای بامزه‌ای که معمارای فوق‌العاده، شرکت‌های جذاب ارائه دادن و برای ما ساختن. سابسکرایب یادتون نره، پیشمون باشین، قرار ویدیوهای خفن و جذاب ببینیم و امیدوارم این شاهکارا به دردتون خورده باشه و بهتون ثابت کرده باشه که چیزی که اینجا اتفاق میفته پس میتونه توی واقعیت هم اتفاق بیفته. دوستتون دارم.